رفتم آرایشگاه بهم بالای 3 میلیون قیمت دادن. هفته دیگه هم عروسی داداشم، نمیدونم چیکار کنم. میشه آموزششو بذاری؟ معلومه که میشه یه میکاپ خیلی خوشگل برای تویی که خواهرشوهری و قراره توی عروسی داداشت بدرخشی. اگه آبرسان استفاده نمی‌کنی حتما آبرسان بزن به پوستت. اگه پرایمر نداری اشکالی نداره، اگرم داری حتما پرایمرتو روی منافذت بزن و خوب بلندش کن. برای اینکه ماندگاری میکاپت بیشتر شه، کرم پودر رو اینجوری نریز روی براشت. کرم پودر رو با انگشت بزن روی صورتت. شروع کن با براشت روی صورتت ضربه بزن. دور پدت یه دستمال کاغذی بپیچ و شروع کن روی صورتت ضربه زدن. جوری اضافه کرم پودر رو میگیره و کرمت خیلی بهتر روی صورتت میخوابه. کانتورتو بزن پشت دستت. با براش بردار و بذار روی خط گونت. حالا روی برآمدگی گونت یکم رژگونه مایع بزن. به صورت ضربه‌ای با براشت بلندش کن به سمت شقیقه. این جاهایی که میگم کانسیلر بزن. زیر چشم، روی چونه، یه کوچولو وسط پیشونی و پشت پلکت. شروع کن با پد نمدارت هر کدوم رو سر جای خودش بلندش کن. اضافی پودر فیکس رو پشت دستت بگیر و بعد پودر فیکس رو بذار زیر چشمت. دوباره یکم رژگونه برای سیب گونه میزنم. رژگونتون باید پودری باشه. میریم سراغ سایه، زاویه دلخواهت، چسبتو بزن. یکم توناژ قهوه‌ای برمیدارم و گوشه چشمم میذارم، یه کوچولو هم میبرم داخل کریس پلکم. سر جای خودش پخشش میکنم. بعد از اینکه این سمتو بلند کردم با یه براش کوچیک از رنگم برمیدارم و گوشه داخلی چشممو تا همین نیمه یه کوچولو رنگ میذارم و پخشش میکنم. اون براش کوچیکم از رنگ مشکی برمیدارم و کم کم رنگمو اضافه میکنم به گوشه چشمم. بعد به حالت رفت و برگشت سایه مشکیمو آروم بلندش میکنم. حالا از همون رنگ مشکی برای قسمت جلوی چشمم استفاده میکنم و یه کوچولو رنگ مشکی به این قسمت اضافه میکنم. سر جای خودش محوش میکنم، فقط خیلی نباید بیارین جلو. این وسط پلکتون باید روشن بمونه. توی عکس وسط پلکشو گلیتر و شاین زده بود، ولی میتونید شما از رنگای مات هم استفاده کنین. من برای وسط پلکم از یه توناژ خیلی صورتی ملایم استفاده میکنم. حالا چسبتون رو بردارین. بعد از اینکه چسبو کندین برای خودتون یه موژه گوشه بلند عروسکی بچسبونین. برای زیر چشمتونم از همون رنگای پشت پلکتون استفاده کنین. یکم قهوه‌ای زدم، الانم یه کوچولو میام مشکی بهش اضافه میکنم و بلندش میکنم. داخل چشمتون هم میتونید تیره کنین تا جلو، ولی من یه کوچولو چون چشمم حساسه انجامش نمیدم. دور لبتون و یه کوچولو توی لبتون با خط لب صورتی پر کنین. توی لبتون یه صورتی کم رنگ تر بزنین. حالا من میام یه کوچولو توناژ قرمز صورتی بهش اضافه میکنم. و در نهایت شما همچین میکاپ خوشگلی دارین. توی عکس خیلی غلیظ‌تر بود ولی من یه کوچولو لایترش انجام دادم. این پست رو سیو و لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. دوستتون دارم. بوس بهتون.